الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أيام ذی الحجه هستند، عشره ذی الحجه و این ایام بسیار بابرکتن نزد الله تعالی و مبارکه. از ایام استثنایی سال هستند. 10 روز 10 ذی الحجه که از آغاز ماه همین ماه ذی الحجه شروع می شود تا روز عید. این عشره ذی الحجه عشره بسیار بسیار با ارزش است و قرآن عظیم و شان اینجا تفسیر قرآن هم همین هست که الله تعالی در سوره فجر سوگند یاد می کند به صبح و صبح
روز عید یا صبح عرفات به فجر الله تعالی سوگند یاد کرده و شبهای 10 شبهای 10 گانا مراد شب و روزان که همین لیالی عشران 10 ذوالحجه است. و الله تعالی این قسم را بزرگ پنداشتند و بزرگ حساب کردند و فرموده که هل فی ذلک قسم الذی حجر، آیا صاحبان عقل و اندیشه به این قسم توجه کردند که این قسم چقدر عظیمه و چقدر قسم بزرگی است. قسم الله تعالی است و دلالت بر فضائل این ایام، فضائل این روزها داره و برکات این روزها دارد و این قسم نزد الله قسم بزرگی است. اینجا الله تعالی که سوگند یاد کرده به صبح و به این لیالی عشر و سوگند ادامه داره به 5 چیز الله سوگند یاد کرده است و شفع و الوتر و شفع جفت است و وتر تا که بعضی معنی می کنند همین که تفسیرش که گفتن تا روز عید، بعضی گفتن نه تا روز عرفه است. هر دو تفسیر است. به روز عرفه الله تعالی سوگند یاد کرده و به جفت شبهای جفت الله تعالی قسم یاد کرده. عرفات تاریخ 9 و 9 روز تاکی است و 10 جفته و بعضی میگه این شب چون روز عید شب نداره، شب قبل که معمولا حساب میشه، مثلا امشب با فردا حساب میشه، شب جمعه دیشب بود، دیشب شب جمعه بود، امروز روز جمعه و در تاریخ اسلامی همین طور حساب می شود. ولی شب عید جز عرفات، اگر جز روز عرفات و این غروب عرفات، اگر کسی از عرفات بمانه شب عید به میدان عرفات حضور پیدا بکنه حجش انجام گرفته و لحظه این روز تاکی شبی نداره، همین روز عید قربان. و برای این خاطر الله تعالی به جفت سوگند یاد کرده و به تاک، یعنی جفت شب و روز گویا و روز عید. این تفسیرم شده است و بعضی میگن که جفت تمام مخلوقات هست، همه را الله جفت آفریده و ذات یگانه تاک خود ذات یگانه به ذاتش قسم یاد میکنه و به تمام موجودات که و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. بهرحال الله می فرمایند که این فی ذلک، الله تعالی می فرمایند که هل فی ذلک قسم الذی حجر، برای صاحبان عقل این سوگند بزرگی است. دلالت بر عظمت این ایام میکنه که الله بر آنها سوگند یاد کرده. بر صبح عرفات
یا صبح عید، اینها ساعتهای مبارک کو صبحهای با برکتی هستن نزد الله تعالی. و فرصتاً برای رسیدن به الله، فرصتاً برای رجوع الی الله، فرصتاً برای توبه، فرصتاً برای جبران کوتاهی‌های گذشته و فرصتاً اینها برای آنکه ما عملی بتوانیم به الله نزدیک بشویم. و این ایام حجن که از فریضه های بزرگ در اسلام، از ارکان مهم دین حج، و حج در همین ایام انجام میگیره. و الان حجی ها سرازیرن به خانه کعبه از هر طرف. و یک اجتماع فوق العاده مهم و یک اجتماع استثنایی در دنیا، در ادیان سماوی چنان اجتماعی در هیچ دینی نبوده و الله تعالی اینجا قرار داده کنار خانه کعبه و در اون سرزمینی که آنجا سرزمین شاعر الله هست در واقع و حرمه و بسیار احترام داره. در این سرزمین الله تعالی این حج برگزار می کند و اینها سروران گرامی اجتماعی بزرگی است. از نقطه نقطه دنیا، از گوشه گوشه جهان، از تمام ملت های دنیا، زبان های دنیا، رنگ ها و پوست های دنیا، همه در این ایام جمع می شوند آنجا برای انجام مناسک حج. و یک نشانی بزرگ و نمایش عظیم از قدرت الله تعالی است که این همه مردم پشت سر یک امام و امروز که آخری جمعه و بعد حج می آید. به هر حال امروز اونجا محشر است و چنان مردم می ریزند برای نماز که جا و مکان نیست. و این بزرگی الله و عظمت الله تعالی به نمایش گذاشته می شود که چگونه مردم خدا را تضرع و زاری می کنند و چگونه در مقابل خدا عاجزی و درماندگی، از کجا آمده. اما مهمان خدای تعالی هستند و خدا را تضرع می کنند و زاری می کنند. و تمام گردن کشان دنیا و تمام قدرتمندان دنیا، ثروتمندان دنیا، کسانی که در وطن خودشون جایگاه دارند و صاحب قدرت و حکومتان آنجا که می آید کمرشون خم می شود و می لرزند در مقابل الله تعالی و به این دربار وقتی که می آیند و می رسند و همه امیدوار به رحمت الله. گناهکاران دنیا جمع می شوند آنجا که زندگی را تلف کردند و ضایع کردند و عمر برباد کردند و میان توبه می کنند، هدایت می شوند و برمی گردند و بسیار تا آخر زندگی بر توبه خودشون استقامت می کنند و از آنجا هدایت می گیرند. یکی از مراکز هدایت هست، مرکز بزرگ هدایت، و آنجا مغفرت میگیرن از الله. یکی از مرکز بزرگ مغفرت، جای مغفرت ذنوب، جای توبه، جای اجابت دعا و نیایشه و جای تضرع و زاری است.
جای میثاق که با الله عهد میبندند و پیمان میبندند و توبه میکنند که دو مرتبه دنبال خلاف نروند، به حقوق الناس تجاوز نکنند، به حقوق الله تجاوز نکنند، حق انسان ها را پایمال نکنند و به نافرمانی خدا نپردازند. و لحظه دربار عظیم انجاب برفاست و یاتون من کل فج عمیق. قرآن فرموده از تمام راههای دور مردم سرازیرند دارم بیاید. ابراهیم الله تعالی فرمودند تو خانه کعبه که تکمیل شد اعلام بکن و گفته می شود که گفتن فرمودند که اعلام من به کجا میرسه؟ فرمودند که اعلام از تو و رساندن از منه و تو اعلام و اذن فی الناس بالحج یاتوک الرجال و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. شما اعلام بکن مردم از هر راههای دور می آیند برای حج در اثر اعلام تو. و ابراهیم اعلام کردند که خانه خدا تکمیل شده است، آی مردم برای حج به خانه کعبه بیایید. و این اذان ابراهیم الله تعالی لفظ اذن به کار برده و معنی اذان و اعلامه. و این صدای ابراهیم را چگونه الله رسونده به دنیا و تا قیامت رسونده. قرآن این اذان اعلام کرده و تا قیامت قرآن تلاوت بشه. از رسول انبیاء علیهم السلام این اعلام منتشر کردن و مردم به حج می آیند. انبیاء علیهم السلام بعد از ابراهیم علیه السلام به حج می آمدند و حضرت رسول فرمودند که صحنه را می بینه که حضرت دیدن که حضرت موسی داره به حج می آید و وقتی که پایین بالا می آید پایین می آید لب تلبیت می گوید و این جواب ابراهیم لبیک اللهم لبیک است. والله تعالی نصیب همه ما بگردانه و حجاج گرامی را که رفتن الله به بارگاه خودش قبول بفرمایه. یاد همه ما را شریک در دعای حجاج قرار بده و دعا و حج و مناسک اونها را قبول کنه و همه ما را شریک بگردانه در این مراسم. اگرچه حاضر نیستیم برکات آنجا، رحمت آنجا، خیر آنجا، ثواب آنجا نصیب همه ما بگردانه. و از این مطمئن باشید که برکات اونجا منحصر به آنجا نیست، منحصر به حجاج تنها نیست، گرچه اعظمش نصیب اونهاست و بزرگش، ولیکن این برکات به همه دنیا میرسه چون اینجا دعا برای همه دنیایه. همه دعا میکنن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. برای همه اهل ایمان دعا میکنن، برای همه انسانیت دعا میکنن، هدایت همه دنیا و برای تمام مظلومان و بی‌پناهان دنیا، گرفتاران دنیا. و عزیزان من،
و شما که توفیق حضور نداشتیم و اینجا الله تعالی زمینه را فراهم کرده در تمام دنیا و کره خاکی، در تمام کوهها، درها، جزیرها و شهرها و وجب به وجب دنیا همه جا زمینه فراهم کرده که من و شما اینجا عقب نمانیم. و این ایام الله فضیلت خاص داده و بر این ایام الله تعالی سوگند یاد کرده بر این ایام و نشان داده که این ایام چه اندازه نزد الله تعالی بزرگ و این ایام دست کم نگیریم، با غفلت از این ایام رد نشویم و در این ایام الله را بندگی بکنیم، خیر انجام بدیم. توفیق خدمت برای خالق باشه، توفیق یک حرف در جهت مردم باشد، توفیق نیکی، ذکر، اعمال، نماز روزه و مخصوصا قربانی که دارد می آید یکی از عبادتهای بزرگ و نماز روز عید و شرکت در تجمع مسلمین در همه بلاد اسلامی و اینا همه از اعمال بزرگ و لحاظا مردم همه جای دنیا در فکر فضیلت روز هستند که در این ایام خیر انجام بدن، قرآن بیشتر تلاوت بشود، ذکر الله بیشتر انجام بگیره، فکر بیشتر انجام بگیری و ما فکر کنیم که چه کردیم، برای چه آمدیم دنیا و آیا ما تکلیف من انجام دادیم، مسئولیت من انجام دادیم، کاری که الله به ما محول کرده انجام دادیم، الله را چگونه بندگی کردیم. در این ایام ما فکر بکنیم ضعف‌های من را، کوتاهی‌های من را، نعمتایی که الله به ما داده، روی این نعمتها فکر کنیم که چه اندازه شکر الله را انجام دادیم و از این نعمتها در جهت بندگی الله استفاده کردیم و استغفار و توبه به کثرت، درود و ذکر و تسبیح به کثرت، نماز یاد بخوانیم و الله تعالی به ما توفیق عنایت کند. حدیث شریف است، در حدیث شریف آمده که هیچ ایام هیچ در ایام عمل انقدر نزد الله محبوب نیست که در این ایام محبوبه. عمل خوب و عمل نیک همیشه محبوبه، ولی در این ایام الله تعالی عمل نیک و عمل صالح را از تمام ایام بیشتر محبوب داره. گفته یا رسول الله جهاد فی سبیل الله که در ایام دیگه انجام میگیره و جهاد یه عمل بسیار بزرگ است. آیا عمل در این ایام از جهاد هم بهتره که در ایام دیگه انجام میگیرد؟ فرمود بله، این عمل در این ایام از جهاد هم افضل تره در راه الله که در دیگر ایام انجام میگیره، مگر یک عملی که خیلی محبوب نزد الله و یعنی او عمل دیگه محبوب تری از عمل این ایام. او کسی به جهاد خارج بشه در راه الله با جانش و مالش دفاع از حق میکنه، دفاع از
بندگان الله میکنه، دفاع دین میکند و برود و مالش و جانش، جان را هم از دست بده، مال را هم از دست بده، مالش را ببرند و جانش به شهادت برسه. این عمل بی‌نظیر نزد الله که هم با مال، به قول مردم که میگن فلانی سر و مال شد، یعنی سرش هم رفت مالش هم رفت، بره به جهاد سرش هم بره شهید بشه مالش هم بره. این عمل نزد الله تعالی یعنی خیلی محبوبه. و از بقیه تمام اعمال عمل در این ایام افضل تره، در این روزها افضل تره و این فضیلت بزرگی است. حیران میشه که حدیث رو میخوانه، روایت های هست که هر روز از روزه، هر روز در این ایام نزد الله تعالی فضیلت به اندازه 1 سال روزه ثواب داره. 1 روز 1 سال، 2 روز 2 سال، 10 روز 10 سال. 10 روز 9 چون روز عید که روزه درست نیست، روز عرفات برای ما درسته، برای الحاجیه نه. اونها دعا و اعمالی که در سال عرفات انجام میده افضل از روزه. آن حضرت روز عرفات روزه نگرفتن، دو وقت به حج رفتن، ولهذا تعجب نکنید بعد که چقدر ثوابه. و عبادت هر شب، عبادت هر شب در روایات آمده که به اندازه شب لیلت القدر ثواب داره. و این ثواب چه اندازه عظیمه. و روزه عرفات فرمودن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که کسی که روز عرفات روزه بگیره، روز 9، من امیدوارم به الله تعالی که گناههای 1 سال قبل و 1 سال بعد او را معاف کنه. این تعجب نکنید که این ثواب، اینقدر ثواب زیاد، اگر نیاز من و شما بیشتر از این ثواب هنوز است. ما شما اینجا 60 سال زنده ایم، 70 سال، و در اینجا هم یه عمل من و شما نیاز داریم به عمل نیک، عمل خیر. و وقتی که می رویم به قبر و حالا در قبر بعضی 5000 سال، 6000 سال، خدا بهتر میدانه. حالا جنازه در میاد که 5000 سال سابقه دارم، 5000 سال. و این قبر و از این قیامت که برپا بشه، همه میگن به قیامت دیگه او دیگه انتهای نداره، برای همیشه زنده، یا در عذاب زنده یا در رحمت زنده. من و شما نیاز به زیاد داره. 1 شب قدر 1000 ماه بهتره. چقدر این مهربانی خدا را نشان میده. خدا از این مهربان تره، خدا از این کریم تره، خدا از این بزرگتر است، احسانش بیشتره. ولهذا عزیزان من، عمل نیاز من و شما. در 1 روزی می آید که به ثواب 2 رکعت محتاج میشید. 1 روزی می آید که به ثواب 1,000,000 تومان، قدیما می گفتی 1000 تومان، الان 1,000,000 تومان فکر کنم و 1000 تومان گذشته هم برابر نیست. پول ما را الله تعالی چطور چه کار شد که پول از ارزش افتاد؟ متاسفانه. و لحاظا
ثواب 1,000,000 تومان، ثواب 100,000 تومان. بله 100,000 تومان یک دنیای پول بود. الان بله الان 100,000 تومان به دست بچه بدید پس می اندازه به شما. و اینه 100,000 تومان چه کار بکنه؟ درد نمیخوره. ماشاءالله بانک مرکزی پولای زیبایی چاپ میکنه که آدم میبینه میپسنده این پولا را، ولی ارزش بکت ندارن. پولای بی ارزش بی ارزش. خیلی جای فکره، خیلی جای فکره که در این باره باید فکر کرد. و به هر حال نکته مهمی که اینجا موجود است قربانی هست و او در روز عیده. البته من از این ایام همه ایام ذکران و یکی از بهترین ذکر در این ایام همه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این صحابه در این ایام به کثرت این ذکر، بعضی از صحابه در روایات صحیحه آمده است که ذکر به کثرت میکرده، ولی از روز عرفات دیگه این ذکر جهران میخوانند بعد از نماز و با وضع بلند یک مرتبه و واجب و بیشتر کسی ذکر. و بعد از نوافل هم اگر کسی بگه اشکالی نداری، آهسته بگه. و سایر ذکرهای دیگر از کار دیگران. لحظه ایام تشریک که بعد از عید 11 و 12 و از روز 13 هم دارای فضیلت. و من عرض کردم که از فضایل بزرگ در این ایام قربانی هست که این آخری عرایزم این من آخری لحظه خدمت شما عرض بکنم. و به هر حال من عرض کردم که روی مسئله پول صحبت آمد و چند جمله صحبت روز بکنم و بعد برم به همین که سر وقت نماز تمام بشه انشاءالله. و چیزی که دو چیزن که خیلی حیاتی هستند و خیلی مهمن و این دو تا سیاست بزرگن در واقع. یک سیاست اعتدال. اعتدال را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در همه چیز میپسندیدند و افراط و تندروی در هیچ چیزی صحیح نیست. هر جا که تندی و تندروی بیاید کار ابدار میکنه، کار ما ابدار میشه. اگر این افراد در دین بیاید، دین عیب در دین وارد میکنه. اگر در مذهب بیاید مایه زوال مذهب، نابودی یک مذهب میشه. در اعتقادات اگر افراط و تفریط باشد، افراط و تفریط همون اعتقاد نابود میکنه و باطل میکنه، میگذاره، ضربه میزند. و اگر افراط و تفریط در اقتصاد بیاید، هر اندازه سرمایه داشته باشید، وقتی زیاده روی بکنید، وقتی کمبود و کوتاهی و بخل باشه و مشت محکم بگیرید و مال خرج نکنید، مال تلف میشه و ضایع میشود و نقصان پیدا میشود. اعتدال، میان روی در همه چیز خوبه، نه زیاد تند
و نه زیاد، بی تفاوت و به هر حال سست. اعتدال خوب هست. اعتدال در سیاست اگر در سیاست و مملکت داری و کشورداری افراط بیاید، همه چیز میزنه، داغون میکنه، میگذاره، نابود میکنه. تندروی در هیچ چیزی درست نیست، افراط درست نیست. اعتدال و این مسیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، این سیره مبارک آن حضرت صلی الله علیه وسلم است که آن حضرت در همه چیز نرمی را می پسندید، اعتدال می پسندید، میان روی را می پسندید. از افراط تندروی بیزار بود. بسیاری چیزا بعض صحابه پیشنهاد دادند، آن حضرت رد کردند، فرمود این تندروی را نپسند. وقتی بابان حضرت کسی یک طلبکار راه آن حضرت را گرفت و جلوان حضرت ایستاد که حق منو بدید و چادر مبارک را کشید، کسانی عصبانی شدند که او را ادب کنند و آن حضرت فرمود نه، شما منو نصیحت کنید که حقی نبدم و این نصیحت کنید که حقش را به خوبی بگیره. ولی گفت بر سر این فشار آمده، لذا این که به این خشونت طلب میکنه دهنش را، خشونت نتیجه فشاره و لحظا وقتی فشار آمده بر او، شما او را بگی که تو آهسته نرمتر مطالبه بکن، من بگی حق او را بره. برید ایشونا سن شطور طلبکار بود، از اون سنی که او طلبکاره سن بهتری به او بدید و وقتی که او را سن بهتری دادن با او به ادبی که کرده بود، یهودی بود مسلمان نبود، سن بهتری به او دادن، گفت که دعا کرد که تو حق من کامل دادی و حق من به خوبی ادا کردی، الله به تو کامل بده و تشکر کرد، قدردانی کرد و با این اخلاق دنیا را تحت تاثیر قرار دادن. دشمنان دوست کردن، دشمنان تحت تاثیر قرار دادن. ولی اگر اخلاق ما تند باشه، خشن باشه، دوستان از ما فراری می شوند. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا بالحول فبما رحمت من الله لنت لهم. الله میگه رحمت خداست که ای نبی رحمت، ای پیامبر، شما نرم شدید برای مرد. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو تندخو بودی و سخت دل بودی، دل تو سخت بود، بعضی سخت دلم سبحان الله، هیچ ترحم بعضی در دلشون هیچ ذره ترحم هم نیست، شفقت نیست. و اگر شما تندخو و خشن بودید لانفضوا من حولک، این همه این صحابه دور می شدند از تو، فرار می کردند. اگر پدر تندخو باشه فرزندم فرار می کنند که آقا نکنه بر ما خشم نگیره، بر ما ناراض نشه، تنبیه من نکنه. اگر حاکم خشن باشه، اگر پدر خشن باشه، اگر عالم خشن باشه، اگر امام جمعه خشن باشه، اگر امام 5 وقت خشن باشه، مردم فرار میکنند و مردم خشونت نمیپسندند، تند
افراط نمی پسند، بلکه مردم ترحم آن حضرت یک چیزی که اصلا هیچ کسی نمیتونه مثالش را بیاره که کسانی که مایه شکست آن حضرت و صحابه در احد شدن و سبب شدن اونا که 70 نفر شهید بشه، اینها 40 نفر مسلمان که تپه را ویل کرده، تپه استراتژی را پشت سری آن حضرت ویل کرده. دشمن از پشت سر آمد، آن حضرت هیچ روایت نیامده که یک کلمه اینا را ملامت کنه. قرآن نازل شد، قرآن فرمود که این شکست شما از اونجا خوردید که نافرمانی حضرت رسول کردید، ولی حضرت رسول هیچ کسی را نه گلایه کرد نه چهره اش را گرفت. او کسی که آن حضرت را جادو کرده بود، لبید بن اعصم یهودی که منافق بود ظاهرا، مسلمان میاد مسجد، آن حضرت چهره خود را از او حمله گرفت. جادو را الله راهنمایی کرد که جادو کرده تو را موازته نبخون. و جادو از فرشته در خواب گفت که فلان چاهی بیرونش بکنه، ربطم بیرونش کرده. و آن حضرت فرمودن که شما معرفی بکنه جادوگر که شما 6 ماه آن حضرت تحت فشار جادو بودن. گفته اینا معرفی بکنید، فرمود نه من الله تعالی سالم کرده و من چرا با سردرد برای کسی بشم، پرده بری اینه کسی بکشه، کسی اینه بزنه. گفت من سالم کرده الله تعالی، دیگه چه نیازی که من کسی را معرفی نکردم. ای اخلاق پیامبر بود. میگه اگر شما تند خوب بودید فرار می کردید، اگر یک فرماندار، اگر یک استاندار، اگر رئیس قبیله و رئیس سفید قبیله، اگر حاکم تند باشه، طبیعت تند خوب باشه، مردم از او فرار میکنن، مردم رو ویل میکنن. پیامبر میگه که تو خونتو بودی، تو پیامبر آخری پیامبر نبی خدای تو را ویل میکرد. این طبیعت بشری. ولهذا درستی و نرمی به هم در به هست. حضرت سعدی فرموده که سختی و درستی و نرمی هر دو تا باشه، اعتداله. اعتدال یعنی همین، زیاد نرم نه، زیاد تند نه، بین بین. بله با انسان بین باشه. این طور بچه ها نماز نخونند، روزه نگیرند، باید بچه ها رو زیر سوال ببره و مکاری هم بکنه. مکاری مصلحتیه، درس نمیخوانه، کلاس اول کرده، مدرسه نمیره. همه حالا بچه ها چشمشان به همه موبایل و به همه فیلم ها و برنامه ها هست و درس نمیخوانند. معلم مربی گاهی خشم مصلحتی بکنه، ولی نرمی را فراموش نکنه. نرمی و سختی به هم در به هست. الله تعالی توفیق کنه. امروز واقعا شرایط سختی بر ملت ایران است، شرایط جنگی است، خیلی شرایط سخت است. چرا که اقتصاد را قبل از این جنگ اقتصاد ما نابود بود، پول ما به ارزش بود و گرانی و تورم بیداد می کرد. الان که حد و مرز نداره است، گرانی ارزش پول بی اندازه پایین آمده و مردم واقعا سخت سر مردم. برای ملت واقعا چه کسی باید دل بسوزه، چه کسی فکری ملت باشه. ملت عظیم، ملت بزرگ، ملت شریف ایران که صاحبان این مرزبوم و خاکان و صاحبان ثروتهای این کشوران و گرسنه‌اند، بر سر سفره
غنی خوابیدن و گرسنگی بکشن و چه کسی برای جواب این ملت نزد الله تعالی میده؟ اگر در دنیا نده آخرت چگونه جواب میده؟ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته، همه مسئولن از آنچه که تحت فرمان اوناست، از آن چیزی که تحت اختیار اوناست، بر آن چیزی که اینها دسترسی دارن، همه مسئولن. و مردم میگن که دولت انتخاب کردیم و بالاخره که اختیارات نداره. دولت جای دیگه همه تصمیم در دست دولت هست، سیاست های خارجی و داخلی در اختیارات دولت هست و متاسفانه اینجا دولت در دستش چیزی نیست بغیر از اجرا و نقشی در حیاتی و تأثیر گذار در نه سیاست های داخلی نه سیاست های خارجی داره. و این قابل ملاحظه که میگن که قانون مشکل داره و این تا اینها درست نشود مملکت درست نمیشه و هیچ کسی نمیتونه درستش کنه و بالاخره اینها حرف درستی است، مردم کارشناسانه است و آسیب شناسی جواب میده و این حق است. الله تعالی خیر بیارد. به هر حال صحبتی از قربانی بود که قربانی نزد الله تعالی از بهترین اعمال در این ایامه و بسیار ارزش داره، بسیار ثواب داره. به هر موی تار موی از بدن گوسفند سیاه بزینه یا تار پشمه از گوسفند سفید و میشینه ثواب داره. به هر تار نیکی نوشته می شود و قبل از اینکه خونش به زمین بیفته و به رضامندی الله واقع می شود و بهترین عمل روز عید. و لحاظ قربانی همه تلاش کنند انشاءالله که قربانی بکشن. البته قربانی در این شرایط واقعا هم قیمتش بالاست و سخته و اجرش هم زیاد است. و ببینید بر کسی که توانایی نداره، در حد یک نصاب پول نداره، بالاخره که از هر پول و مالی باشه، اگر مال داشتن باشه و فقیر مستمند بر زکات برای قربانی نیست. قربانی بر کسانی که مال از هر مال باشه، مال دارن، طلا و جواهر خواهرانی که دارن، بر اونها قربانی واجب میشه. و بالاخره چقدر تومن تعیین کرده دارالافتا شما میدونید؟ نصاب توی بله تو موبایلتون موجود هست. بالاخره این طلا امروز که ارزش داره، لحظه این خواهران قربانی باید بکشن که جواهرات دارن، طلا دارن و مرد از هر مال ما داشته باشیم، ملک داشته باشیم، از این املاک اضافی از خودمون، منازل داریم اضافه از منزل مسکونی و وسایل داریم، امکانات داریم، پول نقد نیست، باید ما قربانی بکشیم. ولی اگر فقیر باشه برونیست، مسافر هم قربانی نداره، کسی که در سفره و
نابالغ هم نداره که بچه، دیوانه هم نداره که مال داره ولی عقل نداره، یعنی دیوانه است. اینها مکلف نیستند. و قربانی 3 روز بهترین روز و روز اول است که بعد از نماز عید برای شهری ها روستایی که نماز عید ندارند میتوانند بعد از نماز صبح تا بعد از بامداد قربانی بکنه، مشکل نیست. ولی اهل شهر نه، اهل شهر تا نماز عید برگزار نشده قربانی صحیح نیست، قربانی بکنه و برگردونه. او گوسفند گوشت خواهد بود، گوسفند قربانی نخواهد بود قبل از نماز، بعد از نماز. و نماز به هر حال نماز انشاءالله با توجه به این که هوا گرم است، قربانی هم دارید، چه ساعتی برگزار بکنیم بهتر است؟ دوستان میگوین 7 برگزار بشه. ماشاءالله شما 4:30 آفتاب طلوع میکنه، ساعت 4:30 آفتاب طلوع میکنه. طلوع آفتاب امروز درست 4:30 آفتاب طلوع کرده، تا 7 میشه 2.5 ساعت. فرصت کافی است. اگر کسی به این فرصت هم نرسه او بالاخره همت نداشته و اراده نداشته که برسه. و انشالله سعی کنید که خود را حداقل ساعت 6 برسونید. از 6 رو کم برنامه در ایدگاه 6 رو کم شروع می شود و انشالله سری هفت کوشش بکنید که نماز برگزار بشه که شما تا 8 بتوانید برگردید و الله تعالی قبول بکنه. و تکبیر تشریک هم که صبح روز عید شروع می شود. بهداشت هم رعایت بکنید که به هر حال تب ملت منتشر نشه. تبهای دیگه هست هم که از همین مسائل میگیره و اینها مراد تب کنگو هست و کریمه هست و به هر حال اینها همه خطرناکن و مسائل بهداشتی و تذکرات بهداشتی را در مورد قربانی ها و مراعات بفرمایید. از گوشت خودتون استفاده بکنید، جای دیگه بدید، به فقرام بدید، مساکینم بدید و مدرسه را هم فراموش نکنید که حوزه گوشت، خرید گوشت الان برای مصرف و نیاز طلاب علوم دینی، کسانی که برای فراگیری علم زندگی را کردن سخته و لحاظا گوشت میمانه توی سردخانه برای اونها و این بسیار مفیده و اجره و انشالله خودتون کمک کنید. شما هم دارید جای کسانی که جمع بکنند، پستای جای دارید بله اگر خودتون برسونه بهتری حالت شمیله. ماشاءالله الله شما رو موفق بداره و عید مقبولی داشته باشیم و مبارکه و الله تعالی این بلاها را و آفتها را از سر کشور ما بلند بکنند و کشور را الله تعالی به مسیر صحیح و مسیر درست راهنمایی بکنند و ملت ایران این رنجها را پشت سر بگذاره. مردم عزیز ایران به عزت و سربلندی برسند و ملت ایران، مردم ایران گلایه دارند خیلی، حرف دارند خیلی و میگن که هم دنیایشون متضرر شده و خیلی ها دنیا را از سرمایه‌ایشون را از دست دادن و به دینشون هم میگه که بسیار ضربه وارد شده است
و بالاخره توی همین کشمکش ها و در دین سست شدن و بسیاری متاسفانه از دین بدبین شدن که توصیه ما آنه که دین هیچ عیبی نداره و هیچ ضعف در دین نیست. ضعف در ما هست و ضعف در دین نیست. در پیامبر نه ضعف نبوده، در قرآن ضعف نیست، ضعف در انسان ها هست و لحاظا اضافه ما را به حساب دین نگذارید. روز عید هم جمعوری برای مسجد جامع مکی هست که بدهکاره و ما شرمنده بدهکاران طلبکاران هستیم و می مراجعه می کنند و حق دارند برای اون دعای خیرم بکنیم و انشالله که روز عید با دست پر بیایید. الله تعالی شما را توفیق بده و الله مقبول بدارد. اینترنت بسیار حیاتیه. الان زندگی های تمام بشریت و ملت ها با اینترنت گره خورده. تمام هر نوع زندگی های تجاری باشه، اقتصادی و معیشتی باشه، سلامتی باشه، انواع بخشای زندگی همه وابسته شدن به اینترنت و اینترنت یکی از نعمتهای بزرگ الله تعالی است در این عصر و جزء پیشرفتهای وقت و نیازهای بشر است و این اینترنت ها به حال قطع اینترنت ها به پایان برسانه و اینترنت باید جاری بشه و در دسترس همگان قرار بگیره و تا از این رنج مردم خلاصی حاصل بکنند. و صلی الله علیه و سلم.